تو پست قبلی دیدیم چطور شات زاویه مخالف به فیلمسازا آزادی میداد تا دوربین رو بیارن صاف وسط ماجرا. حالا میخوایم ببینیم این آزادی چطور مهمترین و پرکاربردترین تکنیک سینما برای نمایش گفتگوهای دو نفره رو به وجود آورد. قبل از این وقتی دو نفر حرف میزدن دوربین معمولا از دور اونها رو نشون میداد، انگار که ما از یه میز دیگه توی کافه داریم نگاهشون میکنیم. با این حساب دیگه صمیمیتی بینشون شکل نمی گرفت و وجود نداشت. اما با تکنیک زاویه مخالف کارگردانا گفتن خوبه، حالا میتونیم بریم وسط گفتگوی اونها و اینجوری تکنیک شات، ریورس شات متولد شد. روش کار این تکنیک به این شکله که اول معمولا یه نمای کلی از هر دو نفر نشون میدن تا ما بفهمیم کی کجاست. بعد کات، دوربین میاد پشت شونه نفر اول و ما چهره نفر دوم رو میبینیم که داره حرف میزنه یا گوش میده، به این میگن شات. و بعد کات، دوربین میپره اون طرف پشت شونه نفر دوم و ما واکنش های چهره نفر اول رو میبینیم. این هم میشه ریورس شات. البته یه قانون نانوشته و خیلی مهم این وسط وجود داره که بهش میگن قانون 180 درجه. یعنی دوربین برای اینکه ما گیج نشیم باید همیشه توی یه طرف خط فرضی بین دو بازیگر بمونه و ازش عبور نکنه. این رفت و برگشت ساده یعنی شات، ریورس شات ما رو از یک تماشاگر صرف تبدیل به نفر سوم حاضر توی اون مکالمه میکنه. ما دیگه فقط حرفا رو نمیشنویم، ما نگاه‌ها، مکس‌ها، لبخندهای زیر پوستی و حسرت‌های بین کلمات رو هم میبینیم. این همون جادوی سینماست که تئاتر هیچ وقت نمیتونست به ما بده، جادوی نزدیک شدن به روح آدم.